یکی از رفقای آیت الله حاج حسن علی نخودکی اصفهانی میگه ما با آقا رفتیم قبرستان، تو قبرستان داشتیم حرکت میکردیم، ایشون منو بردم یه قبری، گفت گوش بده. حالا من که اهل این حرفا نبودم که چیزی بتونم بفهمم، ایشون تو من تصرفی کرد، گفت گوش بده. دیدم از این قبر صدای خیار فروشی میاد. البته این قبر که مقصود همون عالم برزخ این فرده، من به این شکل میدیدم. صدای خیار فروشی میاد، خیار دارم، خیار تازه دارم، خیار سبز دارم، همین چیزایی که خیار فروشم. میگه من بهتم زد، گفتم آقا چه خبره؟ گفت بیا بریم یه جا دیگه. منو برد سر یه قبر دیگه، حالا گوش کن. گوش کردم دیدم صدای ذکر لا اله الا الله این حرفا میاد. گفتم آقا عالم چه خبره؟ گفت اون اولی تو دنیا که بود فکر و ذکرش فقط این بود که خیارش به فروش برسه، هم و غمش بیشتر از این هیچی نبود. الان چند روز از دنیا رفته، هنوز خودشون نیافته که اومده عالم آخرت، هنوز تو سکرات مرگ و ذکرش همون خیار فروشیش. اون دومی هم ذکرش خدا بود، با خودش ذکرش آورده این طرف. اندازه و ارزش آدم ها با هم متفاوته، بستگی داره که چی مد نظرشه، آرزوش، هدفش، همتش، سقفش تا کجاست.